سلام علیکم، خوش اومدید به این آموزش خیلی خوب. تو این آموزش من بهتون یاد بدم که چطوری ایکس پی تون رو ببریم بالا، اونم با کامند بلاک. و این آموزش خیلی مخصوص هم هستش که تا آخر ویدیو نگاه کنین. من کامند بلاک بیارم. خیلی خوب، کامند بلاک رو بردم یا دستم. خیلی خوب، میذاریم رو شما باید بنویسین اسلش ایکس پی و بنویسین اسلش ایکس پی و نه ایکسی بزرگ و یه خط فاصله میدین و عددشو مینویسین. مثلا چقدر میخوای ایکس پی پر کنی؟ من اینقدر میخوام، مثلا 10,000 تا میخوام. بعد آنلاین پی هم بذاری. خب حالا پیش فرقی نداره، پی بزرگ باشه پی کوچیک باشه. بعدا شما بعد کیبورد من الان چون نمیبینم. اوکی. خب شما برای این کامند بلاک رو بنفش کنید دیگه، اونا خودتون میدونید. و یه لول میارین، همین چیز اهرام میارین که داخل اینجا هستش، میزنیم روش. بعد باید سوروایول کنیم دیگه، چیزی نیاز نداریم. الان میزنیم که سوروایول شه. خیلی حالا من اینو بزنم، همینجوری ایکس پی داره میزنه، همینجوری تا 10,000 پر میکنه. همینجوری ایکس پی برای من داره پر میکنه. بنازم خیلی حالا آموزش دکمه مثلا ماینکرافت الان بهتون میگم. شما وارد این ستینگ میشین که عکس دست داره، بعد روی بعد بزنین نمیدونم چی بلاک، فکرم پیک بلاکه هرچی که این شو کامرا هم باید روشن کنین که شو کامرا با اینکه مثلا راحت مثلا اسکریتون رو ببینید. تو تا الان ویدیو من دیدی و هنوز سابسکرایب نکردی، لایک هم نکردی، بیراخو نزدی، کامنت هم نذاشتی. خب بذار این کارا رو انجام بده برای اینکه من به حمایت شم، چون من دارم بهت آموزش یاد میدم. همین الان سابسکرایب کن، چون نکنی موز میشی.